سرنوشت روابط روسیه و تاجیکستان در 10 سال آینده افشا شد. مهاجران در روسیه روی به عید می‌آورند. کهنسال‌ترین مرد بلخ در سن 120 سالگی درگذشت. هوای بیشکک در جهان افلاس‌ترین است. اظهارات وزارت امور داخلی ایران درباره سفر احمد مسعود به مشهد. با شرح بیشتر این خبر و رویدادها با شما هستم مرتبه رحمان و سلام. صداقت به کشورهای آسیای مرکزی در سیاست روسیه در 10 سال آینده جای اساسی را اشغال می‌کند. در این باره پرزیدنت انستیتوت ملی تحقیقات علمی اقتصادی جهان و مناسبت‌های بین‌المللی اکادمی علم‌های روسیه الکساندر دینکین ضمن فوروم آلمان روسیه اظهار داشت. با گفته او مسکو در پس منظر افزایش ناآرامی افغانستان چنین روش‌ها را پیش خواهد گرفت. کارشناس یادآور شد که فضای پس شوروی به 3 کشوری اروپا، قفقاز و 5 کشوری آسیای مرکزی تقسیم شده است. با گفته دینکین 2 کشوری نیز هستند که با مسکو دشمنی دارند، گرجستان و اوکراین. از این لحاظ روسیه نباید به چنین برخورد یکی از 5 کشوری آسیای مرکزی راه دهد. غیر از این او دقت را به آن جلب نمود که سرحد روسیه با قزاقستان برخلاف سرحد روسیه و خیتای کاملا پوشیده نیست. دینکین اینچنین به موضوع انتخابات در گرمانیا که با غلبه حزب سوسیال دموکراتی مملکت پایان یافت داخل کرد. با گفته او این نتیجه یک تغییرات بزرگ است و فدراسیون روسیه باید بحث سازشنامه ائتلاف را با دقت پیگیری کند. شماره کارجویان و کارمندان از کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل در بخش فناوری‌های اطلاعاتی در روسیه افزایش یافته است، نوشته است کامرستان. به اطلاع منبع شماری مهاجران از ازبکستان که در بخش برنامه‌سازی در روسیه فعالیت دارند سال روان رکوردی شده 62% افزایش یافته است. درخواست‌های کار از قزاقستان 36% و از اوکراین 22% زیاد شدند. اینچنین روند گزارش متخصصان از بلاروس به روسیه جای دارند چون آنجا معاش حدود 5% کاهش یافته است. کارشناسان دلیل افزایش مهاجران داوطلب کار در بخش فناوری‌های اطلاعاتی در روسیه را کمبودی طلبات به چنین متخصصان در وطنشان میگویند. اینچنین تاکید شده است که شرایط کار در بخش ایت در روسیه بهبود یافته است. این در حالی است که به اطلاع رسادرودنیچست و سمت اینفورماتیکا میانی داوطلبان تحصیل از ازبکستان در جای دوم قرار دارد. راهبری کافدره اقتصادی مهنتی فاکولته اقتصادی دانشگاه دولتی به نام لامانوسوی شهر مسکو ریوریتا کالاسова با تاکید بر رشد رقمی در ازبکستان اظهار داشته است که هنوز آغاز کار بوده شماره جایهای کاری در این ساحه در این کشور هنوز چندان زیاد نیست. میروجیدین که عمرش را به کار ساختمانی و معماری گذرانیده بود و مشهور به خلیفه میروج بود، روز گذشته با بیش از 1 قرن زندگی در سن 120 سالگی وفات کرد. نزدیکان خلیفه میروج سبب مرگ او را پیری دانستند. صالح محمد خالق رئیس سابق اداره استخبارات و فرهنگ بلخ و از نزدیکان این پیرمرد گفت خلیفه میروج در حالی که معماری کارشناس بود در معاشرت اجتماعی نیز یک شخصیت خوش‌آداب بود. وی بجز از آثار معماری خود طبیعت شاعری داشت و گاه گاه از اشعار خود شاعران بزرگ به مانند حافظ و سعدی و رومی قرائت میکرد. او در تشکیل ولایت بلخ نقش مهم بازیده است و همچون معماری بلخ معروف است. وی بسیاری از ساختمان‌های این ولایت از جمله تعمیر مقامات ولایت بلخ را به دستانی او ساخته شده است. علتی در روزمره وی ورزش، کارهای فیزیکی و روایت شیوه سالم زندگی نامیده شده است. پایگاه ورد اقالیتی ردبندی کشورهایی که هوای افلاس دارند نشر نموده است. با گزارش اون پایگاه در جهان افلاس‌ترین هوا در بیشکک می باشد. هوای همسایه کشوری تاجیکستان حتی از هوای شهرهای دهلی هندوستان و لاهور پاکستان هم افلاس‌تر است. گفته می شود نشان دهنده صفت هوا در پایتخت قرقیزستان به 260 برابر است. این نشانداد به 6 کاتگوری تقسیم شده از افزایش سطح تهدید به سلامتی شهادت می دهد. گزارشگران قید نمودند که در این ردبندی پس از بیشکک در مقام‌های بعدی دهلی و لاهور قرار دارند. شهر ملبورن استرالیا باشد همچون شهری دارای تازه‌ترین هوا در سیاره اعتراف شده است. نشانداد صفت هوا در این شهر به 3 برابر است. در گزارش این پایگاه نام تاجیکستان تماما ذکر نشده است. در این ردبندی تنها 93 کشور جهان جا داده شد که بدترینش بیشکک و بهترینش ملبورن گفته شده است.
سیدی خطیبزاده سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران در نشست خبری 8 نوامبر درباره واقعیت سفر احمد مسعود به ایران گفت سفرها در موضوع افغانستان معمولی بوده، با آگاهی کابل و دوستان در مناطق و گروه‌های مختلف افغانستان صورت می‌گیرند. در این ضمن او گفت هفته گذشته برای صادرات نیروی برق به افغانستان سفری صورت گرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به سوال درباره سفر احمد مسعود به این کشور گفت سفرها به ایران با آگاهی کابل و دوستان در جهات مختلف جامعه مدنی و گروه‌های افغانستانی صورت گرفتند. وی افزود که هفته گذشته میان شرکت‌های انرژی ایران و افغانستان در مورد صادرات نیروی برق توافق حاصل شد، اما او درباره سفر رهبری جبهه ملی مقاومت به مشهد مشخصاً چیزی نگفته است. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گفت کاظمی قومی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان به زودی به کابل سفر می‌کند و رفت و آمدهای کشورهای همسایه ادامه دارند. هفته گذشته منابع سپوتنیک خبر دادند که احمد مسعود اخیراً به مشهد سفر کرده و با فرماندهان جهادی افغانستان امیر اسماعیل خان ملاقات کرده است. تاجیکستان و ایران از زمانی به دست طالبان رسیدنی حکومت افغانستان خواستار تأسیس حکومت فراگیر در این کشور شدند. تاجیکستان بارها اظهار داشته است که حکومت خودخوانده طالبان را به رسمیت نمیشناسد تا آن زمانی که آنها وعده‌های دادهشان را اجرا نکنند. اما ایران روابط خود را با طالبان نگاه داشته است و چندی از مقامات ایرانی به افغانستان سفر کردند. در همینجا میرسیم به فرجام برنامه اطلاعاتی خبر. تا برنامه‌های دیگر تنسیت و پیروز باشید. خیر.